میگه یک جوان مسلمان بود 5 وقت نماز خود را در مسجد میگذاشت. وقتی که ختم مکتب میانه کرد به خواندن به خارجه رفت. دانشگاه را ختم کرده برگشت آمد. جوان از نماز مانده است، نماز نمیخواند. پدرش گفت ای پسرم با تو چی شده است که تو نمازهایت را نمیخوانی؟ این پسر گفت من 3 سوال دارم. اگر همین 3 سوال ما در کسی جواب بگردانه بعدا من نماز را شروع میکنم. پدر رفته یک عالمی رو میآورد. وقتی که از پسر میپرسد میگوید پسرم برای چی نماز نمیخوانی؟ این پسر بچه 3 سوال خود را شروع میکنه. میگه همین 3 سوال ما اگر جواب که دادی من نماز رو سر میکنم. پسر بچه سوال ها را شروع میکنه. یکم سوال این است که تقدیر چیست؟ و دوم سوال این است که شیطان از آتش است، چه خیل آتش رو میسوزاند؟ و سوم سوال این است که آیا که خدایی را که عبادت میکنید بار دیده ای؟ این سخن را تمام نکرده که عالم یک شپلق برویش میزند. این پسر خون در جوش میخواست که عالم رو جوابش رو گرداند. اما این عالم گفت بس بچم، این 3 سوالی تو در همین یک شپلق من بود. بچه حیران میشود. میگه که تو آیا میدونستی که من تو را به شپلق میزنم؟ گفت نه نمیدونستم. گفت آن همین تقدیری تو بود است که من تو را یک شپاطی زدم. و تو درد یافتی؟ بله من درد یافتم. گفت آخر که من از گوشت است، یعنی که از خاک شدگی هستیم. چه خیلی تو درد یافتی؟ تو هم از گوشت هستی؟ جواب آن همین که روز قیامت همان شیطان که از آتش است و همین آتش سوزانده می شود. سوال سوم این است که تو آیا همون دردی که در رویت گرفتی از شپاطی من آیا همون را دیده ای؟ جوان گفت نه اون رو دیده نمیشه، فقط احساس میکنی. عالم گفت خدا را دیده نمیشه، فقط احساسش میکنی. جوان همان لحظه جوابهای خود را گرفت و نماز را شروع کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.